در نوروز مردم خوراک یعنی طعام نوروزی میپختند. طعام نوروزی مثلا در بخارا، در سمرقند، در دیگر جایهای آسیای مرکزی مثلا در دیگ‌های بزرگ برای مردم خوراک میپختند. آش صافی میگفتند که در بخارا، در سمرقند. بیشتر مراسم نوروز مردم شمال تاجیکستان عمدتاً در میدانهای بزرگ و باغهای سرسبز و پوشیده از گل برگزار میشود. در بین مردمان آسیای مرکزی از زمانهای قدیم نوروزگاه‌ها بودند. در تاجیکستان در دوشنبه در حصار بیشتر نوروزگاه از زمانهای قدیم در همین حصار جشن می‌گرفتند. همچنین برگزاری مسابقه‌هایی مانند تاب‌بازی، تخم مرغ بازی، بزکشی و کشتی محلی نیز در این ایام به شادی آن می‌افزاید. خوش رسیدی ای بهاری رستگار، رهگذارت رستگاری دیگر است. با مدارا باشو با دار و مدار، تاجیکستان در مداری دیگر است. آمد بهاری نازنین، صحرا سراسر فجر گل، دامان کوه و باغ‌ها شد شعله زاری مرج گل. از خاک سر بیرون کشید هر یک یخ با این کلام. ایام نوروز السلام السلام، ای عالم افروز السلام السلام، ای عالم افروز السلام. ایام نوروز السلام، ای عالم افروز السلام، ای عالم افروز السلام. نوروزی نوبهاران، وقتی گل است تو لاله، بلبل به جوش و مستی، قمری به آه و ناله. ایام نوروز السلام السلام، ای عالم افروز السلام السلام، ای عالم افروز السلام. ایام نوروز السلام، ای عالم افروز السلام، ای عالم افروز السلام. مردم تاجیک از زمانهای قدیم به مناسبت بیداری طبیعت و آغاز شکوفه‌دهی گلها و درختان به گلگردانی می پرداختند. در گذشته وظیفه گلگردانی بر عهده بزرگسالان بود، اما این مراسم اکنون در اکثر محلها توسط بچه‌ها و جوانان انجام می شود. گلگردان‌ها از دره و تپه و دامنه کوه‌ها گل چیده و اهل بهستان خود را از پایان یافتن زمستان و فرا رسیدن عروس سال و آغاز کشت و کار بهاری و آمدن نوروز مژده می‌دهند. دروازه همدهگان یا همشهری‌های خود می‌روند و دست جمعانه یک نفر که اون سردار است سرود می‌خواند: بهار آمد بهار آمد، بهاری لاله‌زار آمد، بهاری نو مبارک باد را دست جمعانه می‌سرایند. گل آوردم از اون پایان، خبرت می کنم دهقان. به تقلب گلگردان، بهار نو مبارک باد. گل زردک سنا میگه، سنای مصطفی میگه. به هر پهلو خدا میگه، بهار نو مبارک باد.
همه لباس تازه به تن می کنند و کوچکترها در حالی که غنچه‌ای از گل سرخ در دست دارند نزد بزرگترها می روند و با گفتن شاگون بهار مبارک سالی خوش برایشان آرزو می کنند. عادت دیگری تاجیکان این است که در عرفه نوروز در روز چهارشنبه آخرین سال یک مراسم داریم به نام چهارشنبه آخران. و از بالای آتش 3 دفعه خرد و بزرگ می جهند. هنگام جهیدن میگن آتش آتش رنجوری زردی من از تو و خرمی و سرخی تو از من. در این سخنهای عنعنه‌ای میگویند. من گمان میکنم که بهار برای تاجیکان و تاجیکان برای بهار گویا توأم آفریده شدند. سومنک یا سمنو از غذاهای نوروزی است و در خانه کشاورزان در طول روزهای نوروز وجود دارد. آن را به صورت گروهی و دست جمعی تهیه می کنند و در آخر ماه هوت در آغاز جشن نوروز پیرزنان تصمیم به انجام این کار می گیرند. انسان به کائنات پیوسته است، انسان به زمین پیوسته است و اگر ما بینیم در عرفه روز نوروز انسانها نگاهش و نور نگاهش تغییر می‌یابد. اگر به انسانها دقت کنید، مشاهده بکنید، حتی رنگ پوست انسانها تغییر می‌یابد، چون که انسان یک جزء طبیعت میباشد. برای همین هم از روز اول نوروز سر کرده ما سوملک میپزیم. از گندم سال گذشته یک رسته ها را پرورش میکنیم و از این رسته ها سوملک میپزیم. و امروز من باوری دارم اگر اهل طب عالم سوملک ما را تحقیق و تحلیل بکند و به خلاصه می آید که در ترکیب سوملک ما بهترین غذا و بهترین جزئیات وجود دارد که برای تن انسان، برای روح انسان، برای مغز سر انسان فایده خیلی زیاد دارد. دنیا در این روز نوروز عجم یعنی دنیای وحدت آیین، دنیای صلح آیین، دنیای مهر، دنیای عملی گردیدن آرزوها می شود و جشن نوروز را من می توانم جشن مهر، جشن شادی، جشن بزرگی، جشن بیخزانی، جشن جاویدانی نامم و برای هر یک انسان نجیب من آرزو می کنم که زندگی نوروزانه داشته باشد.
آمدی نوروزی من، باری جوانی میزنی اندر زمین قلب‌ها، با اجبه‌ها به یک سخن. خوش آمدی نوروزی من، این سال از هر سال ای زیباتر و جذاب‌تر، دو چهره و گل پیرهن. خوش آمدی نوروزی من، نازی تو را برداشتن فرض از تو سنت بهریمان، نازک ادا نازک بدن. خوش آمدی نوروزی من، از آستان تا